با نام خداوند بخشنده و مهربان و نهایت با رحم. السلام علیکم دوستان عزیز، برادران و خواهران. از درگاه الهی بر همه شما و از جمله کسایی که در فدراسیون روسیه هستند کار و فعالیت دارند سلامتی خواهان هستم و امیدوارم که این خوشخبری ما بر همه شما پسند می آید. بر شما وعده دادیم که درباره یک خوشخبر معلومات میدهیم. متاسفانه گپ و شبها بسیار شد، کارها بسیار شد، نتوانستیم و امروز فرار است که بر شما همین خبر را میدهیم. دوستان عزیز، برای دیگران هم با خبر شدن از این خوشخبر در زیر ویدیو یک تا لایک گذارید و همان تومچه پادپیساتسیا را با یگان تبر بزنید که شتاب دیگر فکری اتپیساتسیا نکنم. رحمت برای دستگیری، رحمت برای باوری و او کسایی که در کامنتاری ها گپای قبیگه میزنین وظیفه سگ تنها جکیدن است. چطوری میکنین کدام میگیرید مقصد گپ صاحب شه میوه. شما آماده باشین، ما شروع میکنیم. و نهایت دوستان عزیز، حکومت فدراسیون روسیه برای کورس روبل را کمی بالا کردن حرکت دارند. در هفته های گذشته کورس روبل خیلی پایین رفته بود و این را هر یکی ما و شما میدونیم. البته این وضعیت دولت های آسیا میانه را به تشویش آورد. مهاجرانی که در اونجا کار میکنند کارشون به مینوس میرفت. در 3 ماه گذشته کورس دلار از 85 به 101 بالا شد. اگر پیش این وضعیت را نمی گرفتند و فکر من از 101 به 115 بالا می شد. شکر خدا که پرزیدنت فدراسیون روسیه ولادیمیر ولادیمیروویچ پوتین قراری مخصوص برآورد. این قرار با بزرگترین اکسپورتورهای روسیه نیز گاز، نفت و از جمله دیگر محصولات های خود را که به خارجه می‌فروخت و والیوتای همین محصولات ها را در روسیه برای فروختن مجبور شدند. در زبان روسی این را обязательная продажа валютной выручки میگویند، یعنی که اکنون در داخل فدراسیون روسیه نه تنها دلارهای محلی این دولت تاب میخورد، بلکه هر ماه چیزی که فروخته می شود با اقتصادیات داخلی نیز جمع می شوند، همراه می شوند. بعد از برآمدن این خوشخبر در طول 3 روز کورس دلار به 3 روبل پایان رفت. یعنی این گفته می شود که دوستان عزیز در ما یک باوری حاصل شده ایستاده است و نزدیکی قرب دلار آهسته آهسته پایان می شود و امیدوارم که به نزدیکی همین به 93 92 پایین می شود و باز در طول 2 و یا 3 ماه ممکن است که به 90 پایان شود. البته این قرار با اقتصادیات فدراسیون روسیه و مهاجرانی که در آنجا کار و فعالیت دارند درآمد اینها یک تأثیر ایجابی رسانیده ایستاده است. سبب این است دوستان عزیز که چرا کورس روبل پایان رفته ایستاده است و بالا نمی شود و چرا؟ این سوال در هر یک ما و شما هست. اما همه روزه درباره همین خوشخبر باید مقصد خبری بشنویم که روبل بالا رفته است. برای این کمی دیگر صبر میکنیم. این قرار را البته با فرمان پرزیدنت فدراسیون روسیه و حکومت آن قرار قبول کردن که باید دلار را تا به 92 93 یا اینکه به 90 پایان شود. البته وقتی پایان شد روبل هم کورس روبل هم در ما بالا نشود. دوستان عزیز، هر خبری هست ما از سامانه های اجتماعی میگیریم، از پیش خود چیزی نمیگیم. امیدوارم که ما را خوب درک کردین، ناامید نشوین. بر شما سلامتی خواهان هستم. خدا نگهبانی هر یک شما. باز یک بار دیگر تکرار هم شود، یک لایک با باگی بزنین، با کلوچ، با تبر، با بیل، با لاپوتکا یا اینکه همون تومچه پادپیسات را سفارکه کنین که شتاب دیگر اتپیساتسیا نشود. رحمت برای دستگیری.